محلولی و تازگی ها یکی از دوستان و نزدیکم به من معرفی کرد بابت رفع خط و خشای شیشه. ما این محلول رو تهیه کردیم و قراره از اونجایی که همیشه اولین ها رو ماشینای خودم تست میکنم تا ببینم نتیجه کار چی میشه، روی این لندکروز خودم تستش بکنیم. 3 سال از آخرین باری که شیشه این ماشین عوض شده میگذره، خیلی هم خط و خش داره. حالا محلوله رو داره میزنیم روش. بچه‌ای که میگن پلیشه، میخوام بدونم چه پلیشیه که اینقدر حالت مایع داره. بزنیم روش ببینیم چی عذاب در میاد. دو تا ماشین تست کردیم، این ماشین خیلی خط و خشش زیاد بوده. چنانکه که داریم کار انجام میدیم دمای شیشه رو باید بیاریم پایین که ترک‌خوردگی توش به وجود نیاد.